بام واقعی جهان اینجاست. منطقه‌ای وسیع و بسیار مرتفع به نام رشته کوههای پامیر. به اینجا میگن سقف جهان. ارتفاع متوسط از 4 کیلومتر شروع میشه و وقتی بالا رو نگاه میکنید قله‌های برفی 7 کیلومتری درست بالای سرتون سر به فلک کشید. اما اینجا شگفت زده میشید که بدونید 5 تا از بزرگترین رشته کوههای جهان در اینجا به هم میرسن. هیمالیا، قراقرم، تیانگشان، کنلون و هندوکش. 5 انگشت غول‌پیکر یک مشت غول آسا رو شکل دادن و برای همین مردم بهش میگن پدر تمام کوههای زمین. مرتفع‌ترین جاده آسفالتی جهان، جاده قراقرم، درست از میان رشته کوههای پامیر میگذره. این جاده شما رو تا ارتفاع 4500 متر بالا میبره. رانندگی تو اینجا طوریه که انگار روی یک سیاره دیگه هستید. با وجود شرایط جوی بسیار سخت، منظره اون واقعاً رویاییه. آسمون طوری آبیه که انگار شسته شده و قله‌های برفی به قدری سفیدن که انگار ادیت شدن. جرأتشو دارید به اینجا سر بزنید؟